بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون پیرامون آثار و برکات امر معروف و نهی از منکر هست. یکی از آثاری که بر امر معروف و نهی از منکر در روایات ما بار شده اینه که امر معروف باعث میشه همه فرائض دیگر هم در جامعه اقامه بشند. یکی از روایات شریف باب امر معروف و نهی از منکر روایتی است از امام باقر علیه السلام که ایشون اونجا میفرمایند بها تقام الفرائض، یعنی به واسطه امر معروف و نهی از منکره که همه فرائض دیگر، چه نماز، چه روزه، چه حج، چه زکات، چه جهاد، چه صوم، همه اینها به واسطه امر معروف و نهی از منکر در جامعه برقرار میشه و اقامه میشه. لذا اگر امر معروف و نهی از منکر ترک بشه، آرام آرام همه فرائض، اقامه اجتماعیش و اون در واقع اجرای اجتماعیش کم کم سست میشه و کم کم دینداری جامعه رو به در واقع زوال و رو به اضمحلال حرکت میکنه. از این جهته که امر معروف و نهی از منکر رو کلید همه خیرات، کلید تحقق همه فرائض برشمردن و روی در واقع امر معروف و نهی از منکر به نوعی تاکید ویژه‌ای داشتند حضرات معصومین. در همون روایت آثار و برکات دیگری هم برای امر معروف شمرده شده، از جمله اینکه اگر امر معروف اتفاق بیفته جامعه اصلاح میشه، امنیت جامعه برقرار میشه، باعث میشه که در واقع اشرار بر جامعه حکمرانی و فرمان روایی نداشته باشن، که حالا آثار و برکات دیگر رو انشاءالله در فرصتهای دیگه بیشتر توضیح خواهیم داد. امید داریم که انشاءالله هممون جزء عاملین به امر معروف و نهی از منکر باشیم و از این طریق کمک کنیم برای بسط و تحقق و اقامه سایر فرائض شرعی و دینیمون.